میگویند دوشیرک یا رولتون حلال است یا حرام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، قاعده مقرر در شریعت، قاعده ای که اجماع علما هست در آن، میگوید که الاصل فی الاطعمه الحل. اصلا طعام ها حلال است تا آن دمی که دلیل پیدا شود که آن را حرام میگرداند. برای آنکه الله سبحانه و تعالی در سوره بقره گفت هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. الله تعالی ذات است که تمام آن چیزی که در روی زمین است بر فایده شما گردانید. وقتی که بر فایده انسان است یعنی حلال است، برای اینکه هر چیزی که حرام است بر ضرر انسان است. بنابراین اصل این است که تمام طعام ها حلال است، غیر آن طعام هایی که شریعت نام آن را گرفته حرام کرده است، مانند عرق، خوک، خودمرده، خون، یا اینکه صفات های آن را بیان کرده آن را حرام کرده است. چیزهای حرام نسبت چیزهای حلال کم است، بنابراین حرام ها را نامبر کرده است و به حلال ها مطلق اجازت داده است که همه چیز حلال است کده. بنابراین اصل در طعام ها حلال است، یعنی اصلا رولتون هم حلال است، مگر اگر دلیل پیدا کنید که در داخل و در ترکیب یعنی همین رولتون در خمیره اش یعنی چیزی حرام اضافه کرده شده است. در بعض کشورها به خود خمیره رولتون روغن خوک یا استخوان آن یا روغن و استخوان حیوان هایی که بدون بسم الله ذبح شده است همراه کرده شده است. در این صورت حرام میگردد وقتی که چیزی حرام را اضافه کردن. و سبب سوال هم بیهوده نیست، برای آنکه بعضی نوارها نشر شده است که واقعا در بعضی کشورها چیزهای حرام اضافه کرده میشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم با ما و شما قاعده دادند. در صحیح مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال آشکارا هست، روشن است، برای همه معلوم است. و ان الحرام بین، حرام هم روشن، واضح، فهما هست. و بینهما امور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناس. لیکن بین حلال و حرام بسیار کارهایی هست که شبهناک است. شبهناک یعنی چی؟ از کلمه شبه گرفته شده است. شبهناک یعنی به حلال هم مانندی دارد، به حرام هم مانندی دارد. به حلال مانندیش این است که آخر رولتون عبارت از آرد و از آب و از نمک است. به حرام مانندیش این است که در ترکیبش چیزی حرام اضافه کرده باشد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یعلمهن کثیر من الناس. بسیاری مردم حکم مسئله های شبهناک را نمیدانند. ببینید امروز اگر در دنیا 8 میلیارد آدم باشد، 2 میلیارد آنها را مسلمان حساب کردند، یعنی 6 میلیارد آن انیق حکم این را نمیداند و این 2 میلیارد هم 1 میلیاردش به نام مسلمان است. در اصل از اسلام رنگ و بو ندارند غیر از اینکه نامشان مسلمان است. و این 1 میلیارد باقی مانده که از شریعت و از دین کم و بیش آگاهی دارند، اینها هم بسیاری مسئله ها را حکمش را نمیدانند. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیاری مردم حکم این را نمیدانند. پس چی باید کرد؟ یعنی بسیار آدم ها وقتی که حکم مسئله را ندانند چیکار کنیم؟ پیامبر علیه السلام گفتند که فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه. کسی که از شبهه ها پرهیز کند در حقیقت دین خود و آبروی خود را پاک نگاه داشته است. بنابراین اگر به شما چیزی از طعام ها شبهناک شود، بهترین کار پرهیز کردن است و یا پرسیدن است از آن شخصیت هایی که میداند. خلاصه کلام، اگر اصل در رولتون حلال است، لیکن اگر دانید که در ترکیب یعنی همین رولتون
چیزهای حرام اضافه کرده شده است، در این حالت حرام میگردد. لیکن شما میدانید که صاحب شرکت یک شخص مسلمان است، امانت نگهدار است و آموخته شده است که در ترکیب رالتان های این شرکت مثلا چیزی حرام نیست، در این صورت آن حلال است. والله تعالی اعلم.